در کتاب سایروپدیا اثر گزنفون، فیلسوف، مورخ و سرباز یونانی که در دوران هخامنشیان نوشته شده است، ماجرای بسیار جالبی از کوروش بزرگ و برخورد او با یک زن شوهردار نقل شده است. در جریان یکی از لشکرکشی‌های کوروش به حوالی آشور، زنی به نام پانتئا به اسارت گرفته شد. این زن به شدت جذاب، دلربا و زیبارو بود. او اصالتاً اهل شهر شوش بود و زیباترین و جذابترین زن این شهر شناخته می‌شد. سرداران سپاه کوروش برای خوشخدمتی به پادشاه این زن رو برای کوروش آوردند. اگر دوست دارید داستان زن زیبارو پانتئا و برخوردی که کوروش با اون کرد رو بدونید، در ادامه با ما همراه باشید. همسر این زن آبراداتاس نام داشت. آبراداتاس از طرف نبوناید پادشاه بابل مدتی بود برای مأموریتی از منطقه دور شده بود و همزمان با دور شدن او جنگی در منطقه در گرفت. در این جنگ سپاه ایران پیروز شد و این زن زیبا هم به اسارت ایرانیان در اومد. القصه سرداران سپاه کوروش میرسن به خدمتش و میگن ای پادشاه، برای تو یه هدیه ارزشمند آوردیم. کوروش میپرسه چه هدیه‌ای؟ میگن زیباترین زن جهان. کوروش میگه قبل از اینکه بیاریدش اینجا بگید ببینم کی هست، از خانواده‌اش بگید. وقتی براش توضیح میدن و متوجه میشه که این زن شوهر داره، دستور میده با احترام در گوشه‌ای از کاخ ازش محافظت کنن تا شوهرش برگرده. همه تعجب میکنن. یکی از سرداران لشکر به کوروش میگه اعلیحضرت، شوهرش که از دشمنان ماست، شما این زن رو بردار برای خودت صفا. کوروش میگه تو مرام ما نیست به زن مردم دست بزنی. یکی دیگه از سرداران میگه حداقل یه بار بذار بیاریمش اینجا ببینش. ولی کوروش میگه نه، ممکنه وقتی ببینمش شهوت جای عقل بهم دستور بده که بهش دست درازی کنم. خلاصه کوروش پانتئا رو میسپره دست آراسپ. آراسپ کی بوده؟ مشاور، رفیق قدیمی و همبازی دوران بچگی کوروش. کوروش به آراسپ به شدت اعتماد داشته و میدونسته که آدم مطمئنیه. مدتی بعد از اینکه آراسپ محافظت از پانتئا رو به عهده میگیره، اینقدر این زن جذاب بوده که آراسپ عاشقش میشه. پانتئا یه روز خودش رو به کوروش میرسونه و میگه این رفیقت بدبختانه عاشق من شده و داره داستان میشه. کوروش خندش میگیره، چون آراسپ همیشه ادعا داشته که در مقابل هوس و شهوت غیر قابل نفوذه و امکان نداره به خاطر زیر شکم خطای اخلاقی کنه. سپس یکی دیگه از سردارانش به نام آرتاباس رو میفرسته بره آراسپ رو تهدید کنه که کوروش گفته اگه به این زن شوهردار دست درازی کنی مجازات سختی خواهی داشت. آراسپ هم که انصافاً آدم خوبی بوده و این عاشق شدنش هم به خاطر زیبایی بیش از حد پانتئا بوده، شرمنده میشه و عذرخواهی میکنه و من بعد خودش رو جمع جور میکنه. چند وقت بعد آبراداتاس شوهر پانتئا از مأموریت برمیگرده. متوجه میشه که بله، در غیابش جنگ شده و زنش رو به اسیری گرفتن. ولی اخباری میشنوه مبنی بر اینکه شاه ایران زن آبراداتاس که زیباترین زن جهان بوده رو برای شوهرش نگه داشته. اینه که راه میفته به سمت دربار کوروش.
وقتی به شاه خبر میدن شوهر پانتئا اومده، شخصا اون رو به حضور دعوت میکنه و بهش میگه که ما از زنت مواظبت کردیم و اجازه ندادیم کسی بهش دست بزنه. آبراداتاس چنان از این رفتار کوروش حیرت زده میشه که به پای کوروش میفته و ازش میخواد اجازه بده از این به بعد سرباز کوروش باشه. خویشتن‌داری کوروش، چشم پوشیدنش از یک زن اسیر شده، اون هم به زیبایی و جذابیت پانتئا، کاری غیر منتظره و دور از حدس و گمان بود. تا اون زمان هیچ کس به یاد نمی آورد که پادشاهی از غنیمت جنگی خودش صرف نظر کنه. اونم چه غنیمتی، زنی جذاب و سکسی مثل پانتئا. خلاصه آبراداتاس دست زنش رو میگیره و تو ایران ساکن میشه و تبدیل میشه به یکی از وفادارترین سرداران کوروش. مدتی بعد وقتی لشکر ایران آماده جنگی دیگه میشه، آبراداتاس هم داشته خودش رو آماده میکرده که بره به میدون جنگ. پانتئا شخصا با طلا و جواهرات زینتی خودش برای شوهرش کلاهخود و بازوبند درست میکنه. همچنین ردایی بلند به رنگ ارغوانی میدوزه و منگوله‌ای بزرگ با پر عقاب رو به بالای کلاهخود آبراداتاس متصل میکنه. آبراداتاس شبیه یک قهرمان میشه. در این جنگ آبراداتاس مثل یک قهرمان کشته شد، ولی در پایان جنگ خبر به کوروش رسید که آبراداتاس در میدان نبرد شهید شده. شخصا به بالای سر جنازه اون اومد، دید که قبل از او پانتئا خودش رو به بالای جنازه رسونده و داره گریه میکنه. پانتئا روی خاک نشسته بود و سر شوهرش رو روی زانو گذاشته بود و داشت زاری میکرد. کوروش اشک در چشمانش جمع شد و گفت: دریغ، دریغ ای روح با وفا و شجاع که رفتی و ما را ترک گفتی. دریغ، دریغ ای آبراداتاس برادر من. سپس کوروش بلند شد و به ندیمان پانتئا سفارش کرد که مواظب زن باشند. اما پانتئا از یک لحظه غفلت اونها استفاده کرد و خنجری که زیر لباسش پنهان کرده بود رو بیرون کشید و خودکشی کرد. کوروش دستور داد پیکر این زن و شوهر با وفا با گل و گیاهان معطر پوشانده شد. سپس در تابوت‌های زیبایی گذاشتند و در آرامگاهی در خور احترام در کنار هم قرار گرفتند. به دستور کوروش نام آن دو عاشق وفادار بر ستون آرامگاهشان به زبان بابلی حک شد. گزنفون در ادامه جزئیات جالبی از این آرامگاه که امروز نمیدونیم کجاست و احتمالاً از بین رفته در کتاب خودش نوشته. میگه این بنا که به یادگار آن دو همسر با وفا و خواجگانشان به دست کوروش ساخته شد هنوز پابرجاست. هنوز یعنی زمان زندگی گزنفون. بر ستونی که به خط بابلی نام آن زن و شوهر منقول است نوشته‌اند درفشداران. در یک روز از سال تمام زن و شوهران و هر زوج عاشقی به محل دفن آنها می‌آیند و به آنها ادای احترام می‌کنند و یاد آن زوج عاشق و پاکدامن را گرامی می‌دارند.